وقتی یه نفر یه کاری رو به صورت مستمر و برای یه مدت نسبتاً طولانی انجام میده، بعد از یه مدتی انگار یه ریتم و قلقی از اون کار به دست میاره. امروز میخوام راجع به ریتم و روتین زبان خوندن خودم بهتون بگم. من امیر عباسم، 8 سالی است که دارم زبان جدی دنبال میکنم. 4 ساله که دارم تدریسش میکنم. راجع به روش‌ها و تکنیک‌های یادگیریش کنجکاوم، مقاله میخونم، ویدیو درست میکنم، تو این کانال میذارم و دارم سعی میکنم محتوایی تولید کنم که به افراد کمک کنه روش‌ها و تکنیک‌های بهتری و واسه یادگیری زبانشون انتخاب کنن. روتینی که امروز میخوام راجع بهش صحبت کنم، کاریه که خودم مدت هاست دارم انجام میدم و برنامه‌ای که ازش نتیجه گرفتم و همچنانم قصد دارم که ادامهش بدم. اون موقعی که کلاس زبان میرفتم یه جورایی اولین بار ایدهشو اونجا از استادم گرفتم. و بعداً هم که سلف استادی رو انتخاب کردم همچنان ادامهش دادم و تا الان میتونم بگم خیلی از باگاشو گرفتم و دیگه تبدیل شده به یه برنامه شسته رفته که امروز میخوام بهت بگمش. خب برای اینکه تو هم یه همچین برنامه رو انجام بدی نیاز هست که حداقل یکم از سطح مبتدی زبان دیگه فاصله گرفته باشی و مبتدی صفر نباشی. فکر کنم بچه‌های A2 به بالا میتونن که این برنامه رو واسه خودشون داشته باشن و همونجوری که گفتم اصلا تفاوتی نمیکنه که الان داری خودخوان زبان میخونی یا اینکه کلاس میری یا استاد برداشتی. شاید کنار برنامه خودت بتونی این برنامه رو هم اجرا کنی، چون فقط صرفاً یه برنامه واسه تقویت انگلیسی جنرال. حتما امروز تا آخر ویدیو رو ببین، چون ممکنه ایده هایی بگیری که تا حالا ازشون خبر نداشتی و امروز یه خبرم واسط دارم که میخوام آخر ویدیو بهت بگم. بیا زودتر شروع کنیم. خب کاری که من میکنم اینه که میام زبان رو کاملا تاپیک بیست، یعنی موضوع محور مطالعهش میکنم. و برنامه هم به صورت هفتگیه. یعنی میام چیکار میکنم؟ میام واسه هفتم یه موضوع انتخاب میکنم، بعد برای اون موضوع یه سری منابع انتخاب میکنم که باهاشون listening, speaking, reading و writing رو تمرین کنم. چجوری؟ همه چی از جمعه شب شروع میشه. جمعه شب که میشه میگردم واسه خودم یه موضوع انتخاب میکنم که هفته بعد رو روی اون موضوع کار کنم. ترجیح میدم موضوعی انتخاب کنم که توی آزمونای آیلتس و تافل رایجه و معمولا زیاد ازش میپرسن، مثل اینا. برای مثال این هفته میخوام environment رو انتخاب کنم. حالا میام متناسب با این موضوع یه سری منابع انتخاب میکنم که باهاش listening و reading و لغتم رو تمرین بکنم و بعد راجع به رایتینگ و اسپیکینگ هم به توضیح میدم که چجوری اونا رو تمرین میکنم. اول یه فایل صوتی پیدا میکنم برای تمرین listening. اگر اون هفته شلوغی باشه و خیلی نتونم زمان بذارم واسه زبان، یه فایل صوتی کوتاه انتخاب میکنم که روش کار کنم. فایلامو معمولا از کانال BBC Learning پیدا میکنم که لینکشو برای تو دیسکریپشن میذارم. ولی نه، اگر اون هفته خب هفته خلوت‌تری باشه به نسبت و بتونم بیشتر زمان بذارم واسه زبان، ترجیح میدم که روی ویدیو تد کار کنم یا روی ویدیو یوتیوبی چیزی کار کنم. برای ریدینگ میرم سراغ یه مقاله راجع به اون موضوع هفتم. خب قبلا من روی کتابای For and Against و استراتژیک ریدینگ کمبریج کار میکردم واسه تمرین ریدینگ، ولی الان دیگه ترجیح میدم که رو مقاله تمرین بکنم. تو هم موقع انتخاب منبع حتما سطح خودتو در نظر بگیر، چون اگر منبعی انتخاب کنی که خیلی سخت باشه واسط، زود خسته میشی و زود از برنامه زده میشی. و برای تقویت لغت هم از 2 کتاب Oxford Word Skills و Collocation in Use استفاده میکنم
و میگردم از توش 3 تا یونیت که مربوط به موضوع هفتمه رو انتخاب میکنم و میچینمشون توی روزای هفتم. معلومه؟ فکر کنم نور کم باشه مشخص نباشه. اینجوری که معمولا روزای زوج میذارم برای یادگیری لغت‌های جدید و روزای فردم میذارم برای مرورشون و بعد میرم به استقبال هفته جدید. شنبه ها که میشه اولین کاری که میکنم اینه که میرم سراغ یک کدوم از اون درسای لغت، تمریناشو انجام میدم و لغت‌های جدید رو واسه خودم لیست میکنم. کلا لیست کردن خیلی بهم کمک میکنه که لغت‌ها رو بهتر یاد بگیرم. حالا بعداً سعی میکنم توی ویدیوی دیگه کلا راجع به نحوه لغت تمرین کردن و اینا بهتون بگم. تمرین لغت همیشه یه وارماپ و دستگرمی خوبی برام محسوب میشه و ترجیح میدم روزمو با تمرین لغت شروع کنم، چون هم کار سبکیه و هم باعث میشه که روزمو فعالتر شروع کنم و شانس اینکه برم سراغ تسکای بعدی رو بیشتر میکنه. بعد از لغت‌ها یه چند باری میرم به اون فایل لیسنینگ گوش میدم که موضوع و محتواش دستم بیاد و همین کار رو واسه اون مقاله ریدینگ انجام میدم که باز دوباره اونم ببینم داره راجع به چی صحبت میکنه و در کل میخوام ببینم که در طول هفته قراره با چه موضوع و محتوایی سر و کار داشته باشم. این میشه برنامه شنبه‌ام که یه برنامه نسبتا خلوتیه. و اما یک شنبه ها خب اون لغت‌های دیروزم رو مرور میکنم و بعد یه چند باری روزنامه‌وار دوباره از روی مقاله ریدینگم میخونم و بعد میرم سراغ فایل لیسنینگ. یک شنبه روز تمرین لیسنینگه. من قبلا یه ویدیو توی کانال گذاشتم که اونجا راجع به نحوه لیسنینگ تمرین کردن کامل توضیح دادم و راجع به تکنیک‌های پسیو لیسنینگ و اکتیو لیسنینگ صحبت کردم. ویدیو رو این بالا میذارم، بعدا حتما برو بهش سر بزن. بعد از اینکه به صورت اکتیو روی اون فایل لیسنینگ تمرین کردم، بعد باید یه خلاصه ازش آماده کنم که در قالب یه وایس 3-4 دقیقه‌ای واسه خودم رکورد میکنم و آرشیوش میکنم. روز دوشنبه روز تمرین ریدینگه. بعد از اینکه لغت‌های جدید رو روشون تمرین کردم و لیستشون کردم، میرم سراغ اون مقاله‌ای که واسه ریدینگم انتخاب کردم. ولی دیگه برخلاف 2 روز گذشته که روزنامه‌وار رو فقط میخوندمش مثل کتاب داستان، این دفعه قراره که با جزئیات بیشتر مطالعهش کنم. یعنی نوت برداری میکنم، قسمت‌های مهمش رو هایلایت میکنم، اون اصطلاحات و لغت‌های جدیدی که ازش یاد میگیرم و لیست میکنم و بعد سعی میکنم که در قالب یه 3-4 تا پاراگراف یه خلاصه ازش بنویسم. خب داستان از این قراره که ساختن هر ویدیو داره هزینه و زمان زیادی ازم میگیره و من این کار رو دارم با علاقه انجام میدم، چون کلا ویدیو درست کردن رو دوست دارم و دارم سعی میکنم که بتونم محتوای با کیفیت تولید کنم. اما از اونورم دوست دارم که افراد بیشتری ویدیوامو ببینن و بهشون پیشنهاد شه. برای همین قبل از اینکه بریم سراغ ادامه ویدیو، ممنون میشم که حتما به کانال سابسکرایب کنی اگر که هنوز نکردی و برای این ویدیو لایک بذاری، چون اینجوری باعث میشه که به افراد بیشتری پیشنهاد بشه. شاید همین الان اصلا بخوای سابسکرایب کنی. روز سه‌شنبه روز رایتینگه. خب بعد از اینکه لغت‌های دیروزم رو مرور کردم، میرم واسه تمرین رایتینگ. تمرین رایتینگ خیلی بستگی به سطحت داره که تو چه لولی هستی. مثلا اگر سطح مبتدی هستی میتونی اینتروداکشن ایمیل تمرین کنی، یعنی ایمیل بنویسی که خودت توش معرفی کنی، پرزنت کنی، یا میتونی به دوستت نامه بزنی. ولی اگر سطحت خب یکم رفته بالاتر، میتونی اسه نویسی رو تمرین کنی. کاری که من الان انجام میدم اینه که میام رایتینگ های تسک 2 آیلتس رو تمرین میکنم. خب قبلا گوگل میکردم، مینوشتم مثلا IELTS Writing Task to Sample، کلی واسم سمپل میومد و موضوعاشو برمی داشتم راجبشون مینوشتم. ولی الان دیگه از چت جی پی تی کمک میگیرم، یعنی آماده نوشتن میشم، بعد به چت جی پی تی میگم که راجب اون موضوع هفتم یه موضوع رایتینگ واسم جنریت کنه و همون موقع شروع میکنم راجبش
یه اسه 200-250 کلمه‌ای می‌نویسم. واسه رایتینگ ترجیح میدم موضوعشو از قبل ندونم و همون موقعی که میخوام بنویسم تازه برای اولین بار موضوعشو ببینم. دقیقاً مثل اتفاقی که تو آیلتس برامون میفته. روز چهارشنبه بعد از اینکه روی لغت‌های جدید کار کردم، بعد باید یه لکچر آماده بکنم. یعنی از تمام محتوایی که تو طول هفته باش سر و کار داشتم، اون اطلاعات جدیدی که کسب کردم، اون اصطلاحات و ساختار جدیدی که یاد گرفتم، سعی کنم یه ارائه 3-4 دقیقه آماده کنم و اینا رو اکثرشون توش بگنجونم. و روز چهارشنبه خب ساختار لکچر رو، اسکریپتش رو می‌نویسم و روز پنجشنبه روش تمرین میکنم و آخرش سعی میکنم که یه ویدیو ازش از خودم رکورد کنم. یه سری ویدیوها توی کانال هست که به زبان انگلیسیه، اگر دیده باشید. اینا همون لکچرامه که به صورت هفتگی آمادهشون کردم. روز جمعه هم خب به خودم استراحت میدم و آخر شبش هم میذارم واسه انتخاب موضوع برای هفته بعدم. این میشه روتین هفتگی من. یه استاد زبان داشتم که خب بخش زیادی از زبانم از ایشون دارم، استاد محمود عابدی. همیشه بهم میگفت ببین پسر، تو اگه میخوای اسپیکینگ و رایتینگ قوی داشته باشی، 2 تا المنت هست که باید روی اینا کار کنی. یکیش نالج، دانش، یکی هم اسکیل، مهارت. خیلی وقتا ما ساختاربندی و جمله بندی زبان رو بلدیم، ولی راجبه یه موضوعی وقتی صحبت میشه هیچ ایده‌ای واسه گفتن نداریم، چون دانشمون نسبت به اون موضوع ضعیفه و مثلا ممکنه اگه تو آزمون آیلتس ازت راجبش بپرسن یه دفعه سایلنت بشی، مثلا ندونی که چی بگی. از اون ور ممکنه راجبه یه موضوعی دانشت خیلی خوب باشه ولی نتونی که راجبش صحبت کنی و تانگ تایت میشی اصطلاحاً. چرا؟ چون اسکیلت ضعیفه. برای صحبت کردن و استفاده از زبان تو به تقویت این 2 تا نیاز داری و این روتین فکر میکنم هر دوی اینا رو داره بهم میده. و اگر که قصد مهاجرت داری یا یه روز میخوای آزمون آیلتس بدی، فوق‌العاده میتونه تاثیر خوبی روی زبانت بذاره. خب قطعا هفته‌های بوده، روزهای بوده که نرسیدم تمرین‌ها رو انجام بدم، از برنامه جا موندم یا اصلا هفته‌هایی که اصلا به کل نابود شده. ولی چیزی که دارم سعی میکنم بهت بگم اینه که داشتن برنامه خب خیلی بهتر از اینه که همجوری بی برنامه بری جلو و زبان بخونی. چیزی که باید بهش دقت بکنی اینه که اون نخر رو نذاری پارشه. یعنی خب ما به هر حال ربات نیستیم، اینکه به ترتیب همیشه نتونی برنامه رو انجام بدی کاملا طبیعیه، ولی وقتی که ازش دور میشی مهمه که سعی کنی دوباره خودتو بهش برگردونی و سعی کنی همیشه خودتو با زبان این تاچ نگه داری اگر که هدف داری. خب این نکاتی بود که راجع به روتین خودم می‌خواستم بهتون بگم و دوست داشتم باهاتون به اشتراک بذارم. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه و تونسته باشم که بهتون واسه خوندن زبان ایده بدم. اما الان میخوام اتفاقا راجع به یه ایده‌ای صحبت کنم، همون خبری که اول ویدیو راجبش گفتم. خب مدتی بود که داشتم به یه ایده‌ای فکر می‌کردم و اینجوری بودم که چرا نیایم این برنامه هفتگی رو به صورت گروهی انجامش بدیم. و تصمیم گرفتم که یه دوره‌ای برگزار کنم که اصلا نمیخوام اسمش رو بذارم دوره، دوست دارم بهش بگم باشگاه. میخوام یه باشگاهی برگزار کنم که توش با اعضای باشگاه بیایم به صورت هفتگی برنامه ریزی کنیم، موضوع انتخاب بکنیم و این تمارین رو با هم انجام بدیم. یعنی انتخاب موضوع، منابع و پیگیری میشه با تیم KRS و انجام تکالیف و تمارین میشه با اعضای باشگاه. فکر میکنم ایده خیلی خوبه بشه و نتایج خیلی خوبی از توش در بیاد. سطحی که واسه باشگاه در نظر گرفتم سطح A2 رو به بالا و B1. سطح A2 و B1 و خب به طب منابع هم متناسب با این 2 تا سطح انتخاب میشن. شرط ورود به باشگاه اینه که خب فراگیر توی یک کدوم از این 2 تا سطح باشه و قبل از ورود به دورم یه مصاحبه شفاهی داریم که تو مصاحبه هم پذیرش بشه. اگر دوست داری که تو هم عضو این باشگاه بشی، میتونی کلمه باشگاه یا کلاب رو به این آیدی تلگرام برای من بفرستی تا اطلاعات تکمیلیش واسط بیاد. یه دوره دیگه هم دارم برگزار میکنم بنا به درخواست بچهای مبتدی‌تر که میخوام بیام با یه تعداد محدود از صفر و پایه زبان کار کنیم و سطحشون رو بیارم بالا. این خب برنامهش کاملا متفاوت از اون باشگاهه، به صورت نیمه خصوصی و آنلاین قراره که برگزار بشه.
اگر میخوای بیشتر راجع به اون بدونی میتونی کلمه دوره مقدماتی رو برام تلگرام کنی. مرسی که مثل همیشه تا اینجا ویدیو همراهم بودی. امیدوارم که ببینمت. اگر که جدید هستی حتما به ویدیوهای قبلی کانال سر بزن. اون ویدیوی مسیر یادگیری زبان حتما ببین و به کانال سابسکرایب کن تا از این به بعد محتوای این کانال برای تو هم بیاد. مرسی بازم، منتظر ویدیو بعد باش. Until next time, live like a hero.